سلام دوستان، امروز 14 فوریه بود، روزیه که خیلی ها به عنوان روز عشق یا همون والنتاین میشناسن. این روز عشق ریشه در قرن سوم میلادی داره. در آن زمان امپراتوری روم به دلیل جنگ‌های زیادی که با کشورهای همسایه خود داشت سربازا را از ازدواج منع میکنه. اما یک کشیشی به نام سنت والنتاین مخفیانه کسایی که با هم عاشق بودن به عقد هم در می آورده و بعد از مدتی او را به جرم نافرمانی از امپراتور زندانی میکنه و در 14 فوریه اعدام میشه و این روزه به نام او به عنوان نمادی از عشق و عاشقی نامگذاری میشه یا شناخته میشه که کم کم در کل جهان و جهانی شده. من این ویدیو را به خاطر زنان افغانستان گرفتم که در تاریکی مبارزه میکنن. عشق نه تنها فقط برای عاشقان خلاصه می شود بلکه برای کسانی که میشه برای آزادی فریاد زد. عشق میشه برای احترام به کرامت انسانی فریاد زد و همچنین میتونیم این عشق برای زنان و دختران افغانستان بخواهیم. من این روزه برای زنان و دختران افغانستان تبریک میگم، گرچه که خیلی تلخ هسته ولی به امید روزی که همه آزاد باشیم. و همچنین یک تشکری خاص از دختران دشت برچی، از دختران هنرمند دشت برچی که این زیورالات خیلی زیبا را در تاریکی ها، در تاریک خانه ها میسازن برای اینکه فریاد میزنن ما عاشق و عشق آزادی را داریم. به امید آن روز.